زیبایی در سفید بودن نیست، بی‌زیبی در سیاه بودن نیست. مگر کفن سفید نیست ولی دهشتناک است. مگر کعبه سیاه نیست ولی زیباست. اساس اخلاق انسان است، نه محضر. اگر مردانگی در صدای بلند می بود، پس سگ‌ها شاه مردان می بودند. از مرد خردمند پرسیدند تاریکترین جای جهان کجاست؟ جواب داد قلبی که در آن یاد الله نباشد.